سلام، امروز اومدیم کافه رستوران لویلا تو منطقه دربند تهران. با ما همراه باشید. خب اینجا قسمت ورودیش بود. اول بگم یه صدای سرماخورده معذرت که ورودیش خیلی قشنگ بود. هم میتونستید توی فضای بیرونش بشینید، هم فضای داخل داشت که اینجا الان فضای بیرونشه، اینجا فضای داخلش بود که ما نرفتیم. خب واقعا فضای بیرونش قشنگ بود. وسایل گرمایشی هم داشت همینجور که میبینید و اینجا یه حوض خیلی قشنگی داشت که فضاشو خیلی قشنگ میکرد و دلنشین. ما این میز رو انتخاب کردیم برای نشستن چون که کنار حوض باشه که بهتر بود. و اینکه هم موقع که میومدیم بهمون یه پتو میدادن چون هوا سرد بود و اینکه اخلاق پرسنلش واقعا عالی بود. اینکه اینجا از ساعت 7 تا 12 روزهای تعطیل دیجی دارن که آهنگاش هم واقعا خوب بود. اینجا یکم منم ببینید. و خب ما از منوی فست فودش انتخاب کردیم ولی منوی غذای ایرانی هم داشت، ولی منوی کاملش رو توی پیج خود پیج اینستاگرام رستوران که براتون میذارم تو کپشن میتونید ببینید. و ما یه پیتزای بیکن انتخاب کردیم و پیتزای چیکن پاپریکا. این پیتزا بیکنش بود، اینم پیتزای چیکن پاپریکاش که پیتزای چیکن پاپریکاش خیلی بهتر بود از بیکنش. من اگر بخوام امتیاز بدم از فضا و محیطش خیلی خوشم اومد و پرسنلش هم خوب بودن. غذاشم به نظر من معمولی بود، نمره 8 از 10 بودن، بیشتر به خاطر محیطش. امتیازو بگید ببینم. فضای قشنگی داره پاتوقش کنی. آره پاتوق خوبی میشه، ولی خب بخوایم به غذاش نمره بدیم خیلی غذای آنچنان خوبی نداره، ولی خب بدم نیست. خب امتیاز کلیتون رو بگید. تو؟ من خودم نمره 7 میدم به غذاش. منم نمره 7 میدم به اینجا. دیگه غذا نه، در کل نمره 7 میدم. 8 7. جای خوبیه، حتما یه سر بیاد.